بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. آيات 70 سورة اعراف. واقع هود علیه السلام الله بیان میکرد که به طرف عادیا ایر روان کرده بود و از 6 انبیا در این صورت الله یاد میکنه که اینا همگیشان پیامشان یکی بود که توحید الوهیت یا توحید عبادت. توحید یعنی الله را عبادت و بندگی کنین و اطاعت فرمان برداری کنین، به وحدانیتش کسی را به امرای شریک نکنین. و بسیار با جرأت و با شجاعتی را انبیا بیان کردن. کسایی که تکذیب کردن خودشان هلاک شدن، بر انبیا ضرر نرساندن، عذاب با بالایشان آمده. همین قسم هر کافری که از حق انکار بکند و علیه حق استادگی کند، این کافر الله هلاک میکند، مثل که اقوام هلاک. و این هلاکت یا در دنیا یا آخرت. خب امتای پیشینه را الله در دنیا هم هلاک کرده، این امت بعدش در دنیا و بعدش در آخرت هلاک میکنه، ولی کافر از عذاب الله نجات پیدا نمیکنه. خب شرکی که در اکثریت مشرکین کفار بوده، شرک در الوهیت و عبادت بود. یعنی ما شما قسمی که خواندیم توحید، اکثر علما که میگن 3 نوع: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیتی که خالق کائنات یک ذات است، مدبر، متصرف. اینا خالقیت الله را قبول داشتن. وقتی پرسان میکردی میگفتن که خالق بله الله، ما را که تو را که پیدا کرده میگفت الله، آسمان که پیدا کرده الله، زمین که پیدا کرده الله. این را قبول داشت، ولی اینی را قبول نداشت که عبادت و بندگی را مختص کنیم به الله، دعا و مدد فقط از الله بخوایم. اینی را قبول نداشت. فقط مدد از الله بخواه، کمک از الله بخواه، قانون و دستور الله را در زندگی عملی کو. اینی را قبول نداشت. پس توحید عبادت، توحید در دعا و توحید در حکم تشریع در این داخل است. یعنی عبادت، دعا عبادت است، قانون و اطاعت از یک قانون کسی هم عبادت است. اینی میره قبول نداشتن مشرکین و می خاطر الله انبیا را فقط به اینمی هدف روان کرد. اینا لسه کنین اینا چی میگوین وقتی که هود علیه السلام اینا را دعوت کرد که یا قوم اعبدوا الله، ای قوم وحد الله، الله را عبادت کنین به توحید و وحدانیت یگانگیش. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که ما لکم من اله غیره، از برای شما کدام اله و معبود غیر از الله وجود نداره. ما لکم من اله غیره، کدام معبود بر حقی نیست که عبادت و اطاعت بکنین، از او مدد بخواین، دیگه کسی نیست در مافوق اسباب شما را مدد کنه. اینا شرکشان این از اینجا فهمیده میشه که توحید عبادت بیده. قالو گفتن اجئتنا لنعبد الله وحده، آیا آمدی تو پیش ما تا که عبادت الله را بکنیم وحده و به تنهایی، یعنی تنها یک ذات عبادت اطاعت، از یک تو مدد بخوایم و دیگه نخواهیم. اینی را ما قبول نداریم. اجئتنا همزه استفهام انکاری است. آیا آمدی که این تو کنیم؟ نه، نمی کنیم ما این کار. از چی فهمیده میشه که اینا عبادت الله را میکردن از غیر الله را، هم به الله سجده میکرد هم به غیر الله، هم از الله مدد میخواستن در مشکلات، هم از غیر الله، غیر الله هم مدد میخواست. هم قانون الله را عملی میکردن هم قانون غیر الله را. اینمی شرکشان. و نذر ما کان یعبد آباؤنا، ترک کنیم دیگه خدایی را که عبادت کرده پدرای ما. دلیلشان پدری بود. از جهت علامه الوسی میگه در تقلید بیخی داخل شده بودن، غلو افراط کرده بودن بدون دلیل، خصوصا مخالف قرآن سنت. از کسی تقلید کردی شرک است. کسی که آیت صریح حدیث برش پیش کنی و این نظر امام رهبر خدا پیش کنه، مشرک است. این مشرک میشه در برابر نص الله. این عادت و این فرهنگ کافر مشرک که در برابر حکم الله گپ پدر و عالم و فلانی را پیش میگه. و نذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من، بیار عذابی را که میترسانی ما را، تعیدنا وعده کردی و ترساندی اگر راست میگی.
این ایرسه کن نهایت جهلشان. تو میگی که اگر ما این کار نکنیم عذاب میاره، بیار عذابه. این قسم آیت هایی که اینا یعنی مشکل مشرکین کلش دمی بود که توحید عبادت دعا را قانونگذاری را مختص به الله کنی، به دیگه کس نه. اینمی تمام مشرکین مشکلات داشتن. الله قسم آیت در سورت اسراء یعنی بنی اسرائیل سپاره 15 آیت 46 هم سعی کنه. ما یک چند آیت ها را در اینجا براتون نشان بخیالم قبلا هم گفتیم، خب بازم آیت 46 سورت اسراء سپاره 15 در اینجا الله می فرماید و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا. ما در دلهای از اینا پرده را ماندیم که قرآن فهم کنند، در گوشهایشان گرانگی است. و اذا ذکرت وقتی که یاد بکنی ای پیامبر، سعی کن خاتم النبیین هم الله میگه ربک معبودت فی القرآن، در قرآن وحده به تنهایی، وحده توحید واحد، یعنی که بگویی حقدار عبادت بندگی فقط الله است. رکوع و سجده و نذر و قربانی را به الله خاص کنین، مدد و کمک از الله بخواین، حاجت روا فقط الله، قانونگذار در زندگیتون که امر و نهی میکنه و حلال و حرام میکنه غیر از الله کسی نیست. این گپه که بگویی ولوا علی ادبارهم نفورا، ولوا میگردن به پشتای خدا نفرت کننده، نه میگه این را قبول نداره. این مرض مشرکی نمیگه. وقتی که بگویی حقدار عبادت و اطاعت یکیست، همیال مشرکین سیاسی داریم نه، بعض مشرکین چند قسم است، یک مشرکین بت پرست است، یک قبر پرست است، یک آتش پرست است، یک آفتاب پرست است، یک پیر پرست است، یکی سیاسی ها. که بگویی قانون از الله فقط باشه دیگه نباشه، چی میگه در قرن 21 ما از قوانین بین المللی اطاعت میکنیم. ما میخوایم در پهلوی جامعه جهانی زندگی کنیم و این بدون اطاعت از قانونش نمیشه. آخه مشرک شدی تو در پهلوی جامعه جهانی که جامعه کفار که تو میخوای یک جای زندگی قانونش بپذیری، با مؤمن هم باقی بانی، محال است. هم میخوایی که از قانون کفر پیروی و اطاعت کنی و هم میخوایی که مسلمان باقی بانی، امکان نداره، از ایمان بیرون هستی. سورة صافات آیت 35 سپاره 23 مسعی کنیم. جزء العشرون جزء الثلاثة وعشرون الثالث وعشرون در این کتابای قرآن عربی 23 آیت 35 بعد از سورة یاسین میاد. در اینجا هم الله همیره میگه که اینا مشکلشان با توحید بود. توحید هم توحید عبادت، توحید ربوبیت که خالق یکی سیره. خو این دورم که بگوی خدا چند تاست، خالق چند تا میگه یکی. خدای ما و شما خو میگه یکی، در آسمان هم مرم الله پیدا کنه تو را. اینم برین از زمین دعا پرسان کن اگر شکتان میاد. بگو تو را کی پیدا کنه؟ میگه بگو بت پیدا کنه، خنده میکنه، میگه خو مخلوق هست، بت کی میتونه مرا پیدا کنه؟ الله در اینجا میفرماید انا كذلك نفعل بالمجرمین، همین قسم ما با مجرمین عذاب میتیم. بعد از اون میگوید که انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون، انهم بدون شک مشرکین کفار کانو بودن در دنیا. اذا قیل وقتی که گفته میشد لهم از بر از اینا گفته میشد، کی میگفت؟ پیامبر، صحابه، دعوتگرا برشان میگفت لا اله الا الله، لا اله نیست معبود بر حق که عبادت بندگی اطاعت دستور قوانین شو الا الله مگر صرف الله. یستکبرون استکبار میکن، استکبار خدا کلان میشبارید، هیچ قبول نداری. مثل که حالا بعضی مشرکین قبر پرستاست نه، از قبر مدد و کمک میخوان. اینا را که بگوی فقط از الله مدد بخوا خنده میکن، سعی تو میکن. اولیاء الله را قبول نداره، ای بیدین تو اولیاء الله را عبادت کرده رایستی، عقیدت شرکی است. خب بفهمی گپا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله نیست دیگه معبود بغیر از الله. بغیر از الله معبودی که عبادت شود، اطاعت شود، از اون مدد خواسته شود. اله با معنای حاجت روا و مشکل کشا. ما شما یک دفعه چند آیت ها را دور دادیم نه، خواندیم، سابق تیر شده. اله چقدر معنا داشت. نیست بغیر از الله یستکبرون استکبار، ایره قبول نداره. اینی میره حالی هم که اینا را بگویی که غیر از قانون الله دیگه قانونه،
عملی نکو که از ایمان میبرایی. تو خندم نمیکنه. همین سیاسی ها میگه چی میگه؟ میگه افکار افراطی داره، نمیخواه که ما کت کافرها یک جای زندگی کنیم. این تو میگه. و یقولون میگوین اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، آیا ما ترک کنیم، یعنی نه اصلا آیا ترک بکنیم آلهتنا، خدای خدا، معبودای خدا، لشاعر مجنون، از جهت سخنای یک شاعر دیوانه. رسول الله هم شاعر گفتن، مجنون گفتن، دیوانه. دیدین پیامبر هم دیوانه میگفتن، خاتم النبیین شاعر میگفتن، شعر میگی، قرآن شعر میگفتن، در حالی که الله میگه بل جاء بالحق، بلکه پیامبر به حق آورده قرآن و صدق المرسلین، انبیا را تصدیق کردگی است. انکم لذائق العذاب الالیم، شما عذاب دردناک چشنده است. حالا مگه بگویی که کتی کافرا رابطه تان قطع کنین، فقط اسلام، بانکای سودی را بند کو، قوانین کفار رد کو، بین مللی همه را. نمیگن که دیوانه. چی میگه؟ این دیوانه رسه میگه کتی کافرا در این وقت میشه ما نان تکی میته، ماش تکی میته، اگر میا نباشه یک دقیقه ما شما زندگی کرده میتونیم؟ نه نمیگه، نمیگه پارا. والله مارم دیوانه میگه، میگه دیوانه شده، اصابش خرابه، از سیاست تو دنیا نمیفهمه. اینی تو میگه واه تو مشرک میفهمی از سیاست ها؟ سیاست تو دنیا نمیفهمه. حالی هم که بگوی رابطه قطع کنی تو میگه که لا اله الا الله، لا معبود الا الله. ما خو گفتیم که اله به معنای قانونگذاری هم است. ما بسیار وقت و آیت ها را که همیشه میارم مجبور در جای گفته بریم. در سوره توبه که الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، جور کردن نصارا را میگه احبار علما، رهبان پیرا و رهبرا را اربابا من دون الله، ارباب خدایان معبودان بغیر از الله. و ما امروا الا لیعبدوا الها واحد، امر نشده بودن مگر یک معبود عبادت کنید، لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. عدی ابن حاتم پیش رسول الله آمد گفت ما خو پیرا و رهبرای خدا عبادت نکردیم، علمای خدا، این رکوع سجده نکردیم. گفت اگه چیزی را حلال و حرام میکرد قبول میکردیم؟ چیزی را اونا حلال میکرد الله او را حرام کرده بود، شما تحلیل از اینا را قبول میکردین؟ گفت بله. گفت اگه چیزی را اینا حرام میکرد که الله او را حرام نکرده شما از اینا اطاعت میکنین؟ گفت بله. فتلک عبادتهم، همین عبادت شد، اینمی معبود قرار دادن است، اینمی کفر است، همین شرک است. اینمی گفت بسیاری خود شرک و توحید نمیشناسن. شرک چیست؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله شرک نمیبخشه. کسی با عقیده شرکی رفت از دنیا هیچ بخشش نمیشه، جایش داتش است. و در سورت صاد آیت 5 سعی کنین، این بعد از اینمی سورت است. خب اینمی سورت صافات آیستا ورق دین خلاص در سپاری 23 آیت 5 3 ورق کیسو بین در آیت 5 سورت صاد بسیار رسولاره. خب الله می فرماید که وقتی پیامبر به اینا آمد و عجیب و انجام منذر منهم در آیت 4 میگه تعجب میکنن این که آمد ترسانده و دعوت کننده از جنس خودشان. قال الکافرون، گفتن کافرها هذا ساحر کذاب، این ساحر جادوگر است، کذاب بسیار دروغگوست. پیامبر هم جادوگر گفتن، پیشتر چی گفته بودن؟ شاعر نگفتن، مجنون دیوانه گفتن، آل ساحر گفتن، کذاب دروغگوی. ولی پیامبر هم دعوت خود عقب نشینی کرده؟ نه، بسیار با شدت پیش رفت. ما و شما که میگیم یک بیدینه اعمال بدش رد کن، چی میگه؟ اگر مرا بگه تو را چی؟ باز من چی بگویم؟ تو را چی را قبول نداره؟ دیوانه گفتن خوبان. اگر ای بگویدش دیوانه بدبخت جاهل، این را خویز قبول نه، آبروی میره. نه؟ آبروی تو بالاست یا آبروی رسول الله صلی الله علیه و چی آبرو دارید؟ خاطر الله جان تبته آبرو را بان که برد. آبرویت باید برد در دنیا که پیش الله عزتمند شوی، بان پیش مردم برد، پیش الله عزت پیدا میکنی. آبرویت پیش الله جور بکو، پیش خالق. ساحر کذاب، جادوگر، کذاب مبالغه، بسیار دروغگوی. یک قیم میگه دروغ میگه،
چی از دروغ ازی؟ اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا جور که تماما معبودا را یک معبود؟ آلهه 360 بود خدا را جور کرده بود مشرکین مکه. چیزش در داخل کعبه بود؟ کعبه بیت الله، چیزی در اطرافش 360 دانه. اجعل، آیا جور کتی پیامبر آلهه کلش اله، یک معبود؟ میگه کل از یک چیز کده نمیتونم، یک دانه میکنم. قانون اطاعت از یک ذات بکنیم، عبادت، رکوع، سجده، نظر به یک ذات بکنیم، مدد فقط ازم یکی بخوایم، نه سایکو همزه استفهام انکاری است. ان هذا لشیء عجاب، این یک چیز بسیار عجیبه، کل شبان از یک تابع. حالا که میگن که بگو از یک الله مدد بخوای، قول یا اولا را قبول نداری، کل یا ربانیم از یک ذات بخوایم، سایکو. حالا میگن این فرهنگ مشرکین. حالا که بگوی از یک قانون اسلام اطاعت کن، نه از دیگهش، هکو این قوانین بین المللی را کل دنیا قبول کرده، ما این را اعلان کنیم؟ تو میخوای ما را منزوی بسازی؟ ما گری خوردگیستیم، میگه حالا با امروی از اینا نمیتونیم جدا زندگی کنیم. ماش همیتون مرگت که آمد باز میشی جدا میشی. الله مرگت که آورد نه، حالا خود جدا نشو، تا اینکه در زیر زمین رفتی باز وقت میفهمی که چطور است. بگینی خمیاره بگو که مرگم نبیاره که از اینا جدا نشی، از مرگم فرار کن. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد. سعی کنین اینا چی میگه؟ کلانا و بزرگا کلش گپ شنیدن، باز این بزرگا رفت نه خورترکا خود زنده باد والا دیگار سل داره که چی میگه. کلانا رفت، باز خوردار چی گفت؟ وانطلق الملأ، رفت سرمایه دارا میتو بتکبر ای که پیش بره دیگه حضرتش نه تست با دیگار دا. بعد گفت انیم شو بروین واصبروا علی آلهتکم، صبر کنین به خدایتان، ثابت قدم باشین، اوش کده باشی گپای از اینا شما را سرتان تاثیر نکنه، افکارتان تغییر نده. صبر کنین به خدایتان، به معبودایتان صبر کنین. مثل که حال افغانستان که ببینی چند معبود داره، 46 کشور، کلش خدایش از کلش اطاعت میکنه. او را میگه تو نرو، او را میگه تو نرو، او که میانه او باز معلوم است که فلانی صاحب آمد معبود کلانش خانه اول قدرت دنیاست. میگه چی میگی؟ در پهلوی ازی باش که همسایه سونت بد سعی کردن نه همسایه پیمان امضا کو که اقتصاد سعی کو که چی جور میشه. حال پیمانه که امضا کرده بد بدتر ذلیل شده، حال رای خدا گم کرده که چی کنه. واصبروا علی آله، صبر کنین، سعی کنین. مشرکین یک دیگر توصیه به صبر و ثبات میکنن. خب ما و شما باید به عقیده توحید محکم باشیم. ان هذا لشیء، این گپی پیامبر یک چیز اراده شده، این اراده کرده، یک تصمیم گرفته. سعی کنین با دلیلشان چیست؟ چرا این گپ پیامبر صحیح نیست؟ ما سمعنا بهذا فی ملت الاخر، نشنیدیم ما این سخن در ملت سابقه. چرا این مردمای سابقه گپ نگفت؟ حالا که میگه چرا این مولوی صاحبای سابقه نگفتن؟ بسیار علمای خوب تیر شده. این دلیل مشرک همی، چرا فلانی ها نگفت؟ این هذا الا اختلاق، نیستی گپ مگر جور کرده شده، دروغ میگه. و این دیگه ادامه داره. باز یک اعتراض دیگهش، انزل علیه ذکر من بین، فقط قرآن به این نازل شد ما قدر آدمای خوب در اینجا هست امی آدم نیک شد. این دیگه کفرشان، کلش کفر، یکی با بالای دیگه. الله میگه بل هم فی شک من ذکر بل لما یذوق عذاب، عذاب تا بال نچشیده، عذاب که چشید باز میفهمه که گپ چی هست. سورت زمر آیت 45. بعد از اینمی سورت آیستای کده در دیگه سورت میرین 45. بعد سورت ساتنیم در سپاره 23. در اینجا الله میفرماید که مشرکین وقتی که الله را به تنهایی یاد کنی دلش تنگ میشه، غیر الله را که شروع کنی ای تو خوشحال میشه. آفرین میگه. اگر بگویی که دوستای بین المللی تو کرد، کافرایی تو کرد، فلانی تو کرد، تو پیشانیش باز میشه. اگر بگویی که این کافرها هیچ چیز نمیتونه، زور نداره، بیدین است، در جهنم میبره، غیر از قانون الله ناکامی است، در بدر این گپان پیشانیش ترش شده میشه. این مشرکین سیاسی هم میتونه، مشرکین قبر پرسته که بگویی که اولیاء الله ای تو کرد، فلانی را ای تو اولاد داد، فلانی را اونجا برد، فلانی دم بابا غلطان شریف رفت جنش چند ملا خود جنش گم شد، ای تو خوش میشه. آفرین
اگر بگویی که غیر از الله هیچ کسی جن من گرفته نمیتونه، نه غلطانده میتونه، نه دیگه، باز دو وقت ببینی که تو پیشانیش ترش میشه. اولیاء الله را نیک قبول نداره میگه، هم پیشانیش ترش میشه. نه این چندی نوع مشرک ما داریم، نه مشرکین قبر، مشرکین بت، مشرکین سیاسی یا را بشناسین. خب یک قسم نیست. حالا کل شرک بعضی که رد قبرها را میکنه فقط در مرده، نه کل شرک در مرده نیست، در زنده شرک است که مرده را ایران میماند. حالا اکثریت خب شرکای سیاسی متاسفانه در وقت علمای ما مشرکین سیاسی را بیان نمیکرد، هیچ چوب بود. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که یاد شود الله وحده به تنهایی در قرآن، که یعنی به تنهایی چی؟ که حقدار عبادت، بندگی، اطاعت، رکوع، سجده فقط الله، مدد، کمک فقط از الله، تنها، دیگه کس نه. اطاعت فقط از یک قانون بکنی که الله هست. ای تو که شود اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، اشمئز تنگ میشه دل کسایی که به قیامت ایمان نداره، قلب هایشان تنگ. تو میگی بخی دلم تنگ شد از این گپا، چی میگی؟ افکار مردم خراب میکنه. نه اوسکو گپا را اوسکو، دلش تنگ میشه. این مشرک است. الله میگه این صفت کافره. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة، با قیامت ایمان نداره بیدین. و اذا ذکر الذین من دونی، وقتی که یاد شود کسایی که غیر از الله است، که ای توکت ای زق زور داره، فلانی ولی زور داره، شاید شمشیر ای توکت، عاشقان عارفان فلانی را در فلانا جازد، ای توکت اذا هم یستبشرون، ناگهان دی وقت دیگه می تو بشارت بکست، خوشحال گریان که در رئیس اشکای خدا پاک کدم میره که هیچ یک صفتایی را گفته رای. یک از امی عقاید شرکی هم یک خواننده که می نعت شریف می خوانه، حالا اکثر نعتا از شرکیات پره، امو که در مزار بود نه میر فخرالدین چی شرکیاتی میگه که علی آمد یعنی صدا کرد که ای ظالم بازم ما بر رضای خدا سر دادیم، با دیگه بیچما دیگه پاک در رای. حالا سعی کن چی نعتی میخوانه، یک تخت زیر پایش آورد، میده شد، دیگه میده شد، دیگه میده شد، دیگه میده شد، تختام که از چوب چهارمغز هم کده قوی بود. فقط بگوی که وزن ازی 10 تن بوده، اگر یردی به اندازه خودش وزنش بینه به اندازه ما شما. شاید بعض آدم قوی باشه که از وزن علی کده کم باشه. ای توکت آخر دم زمین الله پاش اجدار که حمله که سرش کم طرف سعی کرد گل سر ازیام آتش از دانش میامه، یک دفعه گل افتید دم سرش، بند امیره بسته کرد، یعنی در بامیان هم آمده بند ای تو کارا کده. چیزایی میگن که ای توکت او توکت، باز از اینجا رفت اونجا. اینی یک تا گفت گریان داشت، گفت می شرک از کافر میشی گپارا نشنو، ای ظالم کذاب دروغگوی خائنه. باز گفت در جنازه ازی کسی جای نبود. یکم تا میگه 7 صف که در جنازه شد جنتی است. آسان شد. 7 صف در جنازه. 1000 صف شوی عقیده توحید نداشتی جهنمیستی. این تو چیزایی میگنی امی بعضی اونمو را مانده میال دقیقا مطلعی که برین دمی روی شهر اونمو را مانده. باز ما ای چقدر شرک کلانه، وای توحید در کجا. بسیار از امی چیزا حتی در موبایل ها ما دیدیم پر کردن امو را در موبایل ها. یک تاره گفتم از امی خیشای ماست. گفتم امیره تو چرا ای تو میکنی؟ یک گفتم مشرک است. چی میگه؟ استغفرالله. گفتم ما برات میگم که عقیده از شرکیسی بیدین هستی، از شرک کرده. گفتم جرم کلان نیست، کل دیگه پیزی. گفتم شرک دروغه. میگه سعی کو تو چقدر توهین با چی بگویم که خیشای ماست دیدی؟ اگر نه گفتم نکو از الله بترس. واقعا که در این وقت نه توحید چقدر از مردم گم شده. غیر الله را که آواز کنی. یک وقت من میجا توحید گپ میزدم در رمضان بود. یک نفر خیست گفت که مولوی صاحب اولیاء الله را توهین نکو. چرا چی کردیم ما؟ کی را توهین کردیم؟ گفت که عاشقان عارفان ضامن کابل است. اینو میتو گفت این دینی میکن ششته بود دینی مجد عاشقان عارفان. گفتم ضامن کابل چی معنی؟ اگه می نباشه یک لقمه نان پیدا نمیکنی. او گفتم اینم مشرک کرده.
اگر مینا عاشقان عارفان نمازم میخوان دیگه ما در این مسجد نمیم تست برآمد تو بیشی بچه بیتا میشه چند گپت میزن ولی گپ خوبش نه تو اولش همین حساب ما عاشقان عارفان کی بود؟ عاشقان عارفان همون کسی که موجه خدمت شکل رای دم قبر همون هم میشناسیش کمی کی بود. تو با یک قسم میکنه که ایران میمانی یکم روز گمش که خوب نیست وقت تان ضایع میشه اگر شک دارین یک پرسان کنین که کی بود چیزی میگه یا قصه میکنه در تلویزیون ما قصه از ویرا شنیدم گپ میزد که تو بودی تو مچم گوسفند چه تو کرده میگه ایرا کشته بود پس آمد دید که زنده است دو بیادرها بودن تو شدن بعضی وقت میگه عاشق بودن یکم کسایی که کار فحشا و یارو میکنه فکر میکنه که هم عاشقی نه نامشروع کارا امیست والله اونجا میگه که هر کس به دربارت آمد نامید نرفت ما هم آمدیم اونجا یک شعر نوشته کرده باز میگه شما خو عاشقان و عارفان شما خو به چی رسیدین نه به آرمانایتان ما میخوایم یک زیر نظر کردیم امور به ما کار مجور کن اینی تو یک عقیده شرکی را داره در حالی که اگر پیش اون مجاور بگویی تو بود که تو سوته میزنید میگه عاشق الله بودی او بیدین میگه یا فکر میکنن که عاشق کدام کسی بودن عارف الله را میشناخت نگویی یه پاره ولی بعضی کسا به این قسم میرن دختر و بچه ای که اونو مجاب میره میفته عاشقان میگه گفتن که می عاشق بوده شاید همی به مراد رسیده باشه سورت مومن آیت 12 بعد از این سورت سورت غافر است در اینجا یک نامش مومن است یک نامش غافر دو نام داره این سورت آیت 12 در عقب همی سپاری 24 میشه الله در اینجا میفرماید در اینجا هم که وقتی که الله اینا را در آتش میپرته 12 ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم تدعون الى الايمان فتكفرون سکن از آیت دم میخوانم بدون شک کسای کافر شدن منکر شدن ینادون آواز میشوند در روز قیامت بسیار قهر میباشند چی میگه لمقت الله حتمی غضب الله اکبر و بزرگتر بود من مقتکم از غضب شما انفسکم به نفسایتان استدعون الی الایمان وقتی که شما دعوت میشدین به ایمان به عقیده توحید فتکفرون کفر میکردین واقعا سعی کنین این آیت که یه ذره خوب فکر کنین الله آواز میکنه میگه وقتی که شما به توحید دعوت میشدین غضب میشدین لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم ایتو غضب به نفسایتان میشدین به توحید که دعوت میشدین از او که الله سر شما سخت غضب میشه استدعون الى الايمان فتكفرون وقتی که به ایمان اینجا ایمان به معنی توحید است یکم تا که میم ایمان تصحیح کو اینجا ایمان شرعی است ایمان قرآنی چیست عقیده توحید وقتی که این دعوت به این میشدین که باور به یک الله بکنین یک الله را مدد بخواین حاجت روا مشکل کشا قانون گذار از یک قانون اطاعت کنین دیگه نی فتکفرون شما کفر میکردین و قهر میشدین امیالی هم که میگینی فقط یک قانون الله را میخوایم قوانین کفری بین المللی یا را قبول ندارم ایتو میشه قهر میشه میگه سیکو تو ایچی میگه دلم میخواه که میره در کدام جای بندیش کنم نمی کلان کسایی قدرت دارن نه چقدر قهر میشن ایتو قهر و غضب میشه دود میگرده سیاه میشه الله میگه که در اون وقتی که شما مشرکین به توحید دعوت میشدین قهر میشدین الله از ذکر سر شما غضب میشد باز میفرماید یا میگن قالو در روز قیامت کلی کافرها و مشرکین میگن ربنا ای رب وجه بازا ای معبود امتنا سنتین دو بار ما را مرگ به بالای ما آوردی یکی نبودیم دوم در دنیا و احییتنا زنده کردی دو بار یکی در دنیا یکی در قیامت فاعترفنا بذنوبنا اعتراف کردیم به گناه خود که ما شرک کفر کردیم فهل الی خروج من سبیل آیا از بیرون رفت از این کدام راهی است که ما برای مزیاتش اینی تو میگه کلش اونجا گردنایشان پد ذلیل است هر مشرک کافر چی سیاسی است چه قبر پرست است چی بت پرست است الله باز چی میگوید ذالکم این گپایی که شما میگوین بیانه به تحقیق شأن سخنی است اذا دعی الله وحده کفرتم وقتی که دعوت میشد الله خواسته میشد به تنهایی کفرتم کفر انکار میکردید وقتی که الله را میگفت یک ذات یا الله شما قبول نمیدار فقط اسلام میخواهیم
زنده باد اسلام، مرگ به شرقی و غربی، دموکراسی، کمونیسم. شما که از کفر انکار میکرد. و یشرک بهی تؤمنو، اگر شریک کرده میشد با الله و از ایمان میاد. یارم قبول کو، وارم قبول کو، امی قانون امو قانون، امی دوستا اولیاء الله امو. فالحکم لله العلی، امروز حکم از برای الله است که علی بلند است کبیر، شما اختیار ندارید، الله فیصله میکنه. از این فهمیده می شود که مرض مشرکین چی بوده؟ شک در عبادت یا الوهیت. و کل انبیا دعوت به چی کردن؟ توحید عبادت. عبادت چی را گفته میشه؟ رکوع، سجده، نذر، قربانی، دعا. الدعا هو العباده، حدیث صریح، دعا عبادت. مدد از غیر الله خواستی، عبادت غیر الله را میکن در موافق اسباب. از قانون غیر الله اطاعت کردی که مخالف قانون الله است، چی کردی؟ شرک کردی، عبادت غیر الله را کردی. این را بفهمی، خوب بفهم. من خوب است امیر هر جای میگم که همین مجرمین شناخت معلوم شوند. نه حالا متاسفانه عالم نیست دیگه. دو چشم اکثر مولای ما در جیب مردم به پیسه ندیم فکر است. قرآن نمیخوانم، توحید نمیخوانم، قرآن نمیفهم، مطالعه نمیکنم، علیه کفر شرک مبارزه نمیکنم. گزاره تا بکو، پرده تا بکو، نکو گمش که خفه میشاو، ای تو میشاو، نشاو که ما را از اینجا وسو کنن، از اونجا وسو کنن. شوله تا بخو، پرده تا بکو، این میگه پاس. خب نباینه می اکثر که بشینی شوله تا بخو، پرده تا بکو. یک کسی را گفتم من میگه پارا بگو، چی میگه؟ دست و چای بالا ما را نبرنی. ما غریب آدم هستیم، عاجز آدم هستیم. یک لغمنان یگان فضایل صدقات میگیم، نمازهای خدا نبخوانن، بسا به نرمی میگیم کارهای بده نکنین بیادرها، عزیزا، دوستا، قربانتان شام. نکو ما را دست و چای بالا میبری، جان جور تو را نمیفاره میگوی. اینی تو سو جان جور نمیفاره، اینی تو میگن. خب اکثرش میتون. حال شما میگن چرا دگاه نمیگن؟ هر کس الله دیگه یک چیز بتا، علم بتا و جرأت بتا، خب نعمت الله است، الحمدلله. این تو نیست که هر کی یک قسم باشه. خب قال اینا گفتن اجئتنا لنعبد الله وحده، اینی میره قبول نبود. با تنهایی نه. و نظر ما کان یعبد آبانا فأتنا برو عذاب بیار. حالی هم که بگوی در جهنم میری، برو ما را نترسان، برو. حالی هم میگه ای عقیده مشرکین بود. الله باز پیامبرشان چی گفت؟ قال گفت پیامبر قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قال گفت پیامبر بدون شک واقع شد، واجب شده علیکم به بالای شما من ربکم از جانب ربتان رجسون عذاب و غضب رجسون است، رجزون است، عذاب واجب شد، عذاب الله واجب شد به بالایتان و غضب الله واجب شد. اتجادلوننی فی اسماء، آیا شما مجادله و بحث و گفتگو میکنین به امرای ما در نام هایی که نام ای بتا و ای خدا را شما نام مانده، سمیتموها انتم، نام ماندگیستین شما، صفت کردگیستین شما و آباکم پدرایتان، ما نزل الله بها من سلطان، الله کدام دلیلی را نازل نکرده بی. همین خدا را که شما جور کردین این چی نام مانده بودن، این نامای پدریشان نبود، همین بتا را بندای نیک بود که مرد صورتایشان جور کردن با سرش نام مانده. این که از چی میکنه؟ این سردردی را شفا میده. اگر چشم درد هستی این مسئول چشم است، این مسئول گوش دردی است. این که از باد پای و باد دستی چیزها را میگیره. این که از جن و گپا و مرضای دیگر را میگیره. جن اگر مرض ریس که اشکمت جاری است پیش دیگه برو. اینمی تو سر هر کس یک نام مانده بودن. نه حالا که میگن اگر چی هستی برو در خواجه مسافر، اگر عاشق هستی برو در عاشقان عارفان، اگر عروسی کردی برو در زیر شاید شمشیره استاد شو. برای هر جای یک جای ماند. اگر نابیناسی برو در مزار شریف، از کرامات سخی جان کور بینا میشه. یعنی شعرهایش هم میخوانند روز نوروز از خدا جان جنده بالا میشه. اینی تو شعرها بازی را دم و چیزام میمانه و در رادیو هم میمانه و دم مولا و سخی و نه خدایا دلم تنگ آمده و مولا دلم تنگ آمده و مچم چطور آمده و پیش تو آمدیم و اینمی چیزا. این سر هر کی یک نام ماندگیستن. یکم تا میگه والا سر ازی سیر جادوشه غزنی ببرش بسیار قوی است، اونجایی تو چیزی هست که برو جور میشه. جن ازی جهود است. یکم تا میگه دم غزنی یک تاره میشناسیم.
جهود است. خب یک داره ما گفتم جهود چی معنا؟ این کافرای بسیار خطرناک. خب والله یک زن پیرکی بود، خب گفت جنای از این جهود است. گفتم جهود چی؟ بسیار کافر خطرناک. کافر تا کافره. خوی را کجا بریم؟ میدم غزنی که ببرش خلاص با جن ازیره میگیرن. این تو یک نام مانده بودن، این کارم میکنه او کارم میکنه، این تو یک نام ها یا از پیش خودم این تو نام ها مانده بودن. مثلا در وقت لات منات عزا بود، نه لات در عیسایی یک جای، منات در دیگه ولایت، عزا در دیگه. اگر بسیار مشکل می داشتی باز پیشم بزرگ کته برو دیگه. بازالی که میگن نشد سابقه هم تو بود، ولی از ذره کم شده، مردم فقیر هم شده. وقت مردم میرفت میگه بسیار مشکل پکلان است، پیش غوث العظم برو میگه. فریادرس بزرگ در کجا؟ در عراق است. یک موتر بگه برو موجه خود پرتو بگو ما دمی دربارت آمدیم رفتنی نیستیم دیگه، خلا باز بی که چی میشه. ما بردیم فلانی را جور شد. قال قد وقع علیکم تجادلوننی فی اسماء، نامهای سمیتم و شما صفت کردین، نام ماندین شما و پدرایتان، این نام خوش ما ماندین. ما نزل الله بها من سلطان، نازل نکرده ایسا الله بها به می نامها و به این معبودا کدام دلیلی. یعنی اصل در دلیل منزله بکارد که دلیل وحیی باشه. الله کدام دلیلی است؟ هیچ کتاب آسمانی نگفته که اینا اختیارات دارن، ویره شفا میته و ویره علاج میکنه و ویره این میکنه. اینطور نکرده گیست. سعی یکم تا چی میگه؟ من خوب براتم جور شد. همین تو میشه یکم دفعه کار الله میکنه ولی تو مشرک در فتنه میپرته. همین میون دواره برو، اگر قسم به الله نخورد که اینی بتو میقه کارا را کده برو میجنی. یک بت داره میون دوا که 4 دست و 4 پای داره، تو خطرناک یک زن است. نه تو سعی که بگویی چی زور داره؟ میگه تو کارای ما را کده، نامش کاری که بگویی اینجا ما شدیم و چیشم دیدیم. صحیح از دیگه خواهمی کار الله میکنه ولی اونو شما ور ارتباط با او میتین. همین کار میشه ولی یک فتنه. الله میگه اگم دفعه کسی که به شرک رفت بعضی کارا را ما تو سنستدرجهم من حیث لا استدراج، همین بعضی کارا میشه. یکم تا که در زیارت بره حتی می جنیا در وجود یک کسی داخل میشه خودش گپ میزنه. بس میگه خودش گفت که ما را در غزنی ببرین، خودش گفت که ما را در غزنی ببرین در زیارت فلانی خان. باز اونجا که بردش پس خودش میبراید، میخواه عقیده زیر شرکی بسازه. باز که یک تا دیگه شا گرفت باز میگه که گپای امو چی میزنه این دوی و اینا، نه گپی زیر غیر است. میگه یک این دو باشه اگه بفهمه. باز میگه مرا غزنی ببرین، مرزم نگیرین، اگه میخواین برایم در غزنی ببرین. باز میگه بگیرش موترک را که برو. اونجا که رفت خودش پس میبراید، میخواه عقیده تو را ایخو مشرکین. الله میگه ما یار سر از اینا مسلط میکنیم. شوا اگر شوا هم امو شرک است، امو کفر است. اگر کارتام شد امو کفر شرک است. اینا بفهمید. فانتظروا، انتظار بکشین، اینی معکم من المنتظرین، شما انتظار به عذاب بکشین، من از به امرای شما از جمله انتظار کننده هستم. همین قسم در سورت یوسف آمدگی است که یوسف علیه السلام گفت که یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار امر الله تعبدوا الا اياه، امر کرده که عبادت نکنین بغیر از الله. این هی الا اسماء سمیتموها، این در اون وقت هم نام مانده بودن، نیست مگر نام هایی است که شما نام ماندین انتم آباء. یکم دفعه اگه بخوای شرک مشرکین مکه را بفهمی در هندوستان برو با این بتای از اون بگرد. نه این بت است، عبادت است، چیزایی است. در کتابای هندوها فعلا میگن 303 میلیون معبود داریم. 330 میلیون 330 میلیون خدا میگه ما داریم. من گفتم 330 میلیون. اگر یک ایروپا صدقه به نام هر کدامش کنی 330 میلیون از کجا کنی؟ امکانش نیست. نه خواهی مرگت میری و بعض خدا را یک ایروپا به نامش ندادی. هر چیز عبادت میکن. یکم تا میگه در این قرن 21 بود پرستی نیست، خلاص شده 14 قرن پیش بود. امیال 1 میلیارد انسان بود پرست بیدین است. هندوها 1 میلیارد قدره. فانجینا والذین آمنوا معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین كذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. 1 میلیون نگفتم، 1 میلیارد. 1 میلیارد 1000 میلیون. بعضی میگن 800 میلیونش امی هندو است، 200ش مسلمان، بعضی میگن 900 شده، خود زیاد شده میره. 800 900 میلیون هندویسم است. در دیگه بودیسم یا خو غیر از یعنی تنها در هندوستان یک قبط پرست و شیر پرست و گرگ و هر چیز، مار و فیل و هر چیز عبادت میکنه. زیاد است.
خلافت دولت اسلامی که بیاد نه حکومت اسلامی علیه از این مشرکین مبارزه میکنه. هیچ بلاست شما جور کردیم. الله از شرک نجات بده. الله ما شما را با عقیده توحید از دنیا ببره تا مرگ. این بسیار نعمت کلان است. فانجا اینا خب نتیجه چی شد؟ یا قبول نکردن. بالاخره گفتن عذاب بیار. الله میگه فانجینا والذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین كذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. فانجینا و نجات دادیم ماهود علیه السلام والذین معه برحمت منا، کسایی که به امر ازی بود ایمان آورده بود، برحمت بسبب رحمتی که از جانب ما بود. سبب نجات رحمت بوده. ولی رحمت چیست؟ توفیق دادن به عقیده توحید. علامش عقیده توحید است. و قطعنا دابر الذین كذبوا بآیاتنا، بریدیم بیخ کسایی را که تکذیب کرده بود با آیاتهای ما. الله میگه قطع کردیم بیخ، یعنی عذاب استأصلنا، از ریشه نسل کلش کشتیم، کلش از بین. این عذاب بیخ کنی میگه، ریشش کنده شد، نسلش هم نما، کلش از بین. و ما کانوا مؤمنین، نبودن ایمان آورندگان. و طریقی عذابش باز الله میگه که چه قسم بود. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عادیا کمیا بودن، هلاک شدن با یک باد شمال تیز، طوفان تیز، عاتیة بسیار شدت. سخرها علیهم، الله میگه که ما مسخر کردیم امی طوفان شدید، باد تیزه با بالا از اینا 7 لیال و 8 ایام، 7 شب و 8 روز. بعد از الله می فرماید که فتر القوم فیها سرعا کانهم اعجاز نخل خا، قوم می دیدی که افتیدگی بروی گویا که امی ریشه های خرما را کنی بلند کنی و دی به مطارق، امی قسم افتیده بوده. فهل ترى لهم من باقیه، می بینی کسی از اینا باقیه؟ کلش مرد، الله کلش از بین رفت. و ای تو یک طوفان آمد، اینا فکر میکردن که ای کدام ما را نمیتونه، بعضی خود در زمین گور کرد، بعضی در خانات. طوفان می تو میگشت 7 شب 8 روز در داخل خانهایشان کشید، بلندشان میکرد، میزدشان. حتی در بعضی روایت هاست که والعالم که صحیح است، یعنی رسول الله میگه که به من نشان داده شد علاقت قومیات، دیدم یکیش سرش در مدینه و بدنش عین در ذوالحلیفه، یک 10 کیلومتر فاصله، سرش اینجا، پایش مثلا سرش در اون طرف کوتل خیرخانه، پایش عین در سایه ارزان قیمت. این تو زده بودش که بلندش میکرد، میزدش الله در میسنگا، تو تاش باد میشد، دعوا کلایشان جدا میشد. این تو طوفان شدید خود در زمین گور کرده بودن، از زمین بالانشان میکرد، قدای بسیار بلند داشت. هلاک شد. الله نجات بدی از قهرت. حالی ما شما یکم گردباد میبینیم، کلان موترها را بالا میکنن. طوفان اگه اینمی گردبادایی که در امریکا میاد، اگه 8 شب و 8 روز در یک جای باشه، امریکا را تکا پرچم میکنه. خوی با 1 ثانیه میتون میاد و میره. بعضی جاها که در دمش چیزی آمد موتر، اما بالاش کردن میبره. این خوب بسیار یک طوفانی که تدمر کل شین که میامد اتت علیها، به حد میزد یکم تا که پاش میشه، توته میشه، بلندش میکرد، در هوا میزدش. عذابشان الله در چندین صورت ها بیان کرده، در سورت هود، در سورت حاقه را گفتم براتون. این نتیجه عذاب چرا آمد؟ شرک و کفر. عذاب دنیا آمده. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم. حال الله قوم ثمود یاد میکنه. ثمود فرزند عاد بود. اخام صالح 5 پشت از این فاصله داشت، یا مزمی قوم. الله ای را روان کرد و این مردم در بین حجاز و شام قرار داشتند. حجاز شام در مساحه تبوک در داخل عربستان است، سعودی است فعلا، مقام تبوک. حتی یک ولایت آمد بخیانم، ولایت تبوک یا کدام ولسوالیست ولایت در خود تبوک. دینمی ساحه اینا آباد بودن ثمودیا. آیلا مموجه هست مدائن صالح میگه تو چقوری هست. اگه کدام دفعه شما برین تصویرهای شما در چی دیدیم، در سیدیا و در کمپیوتر سعی کردیم. مدائن صالح در اونجا هست.
اگه دفعه کسی عربستان بره به خاطر عبرت موسی را ببینه. اینا چی میکردن؟ میدانو بسیار بلند منزلا و چیزا جور میکردن، بسیار مهارت گلکاری و معماری داشتن دیگه. کوه ها را خانه جور کرده بودن، در زمستان در کوه می بودن، در تابستان در ایدگاهش می بودن و بسیار سرمایه داران بودن، سرمایه در بینشان زیاد، زمین های زراعتی و اینا. ولی هم به شرک بت پرستی و غیر الله را عبادت کردن، پیر و غیره و رهبرا را پیامبرشان آمد تکذیب کرد و بالای از اینا هم عذاب آمده. الله ما و شما را از کفر شرک نگاه کنه. و الی ثمود اخام صالحا، فرستادیم به طرف ثمودی اخام یک فرد از اینا را، برادرشان صالحا، صالح علیه السلام برادر نسبیشان گفتیم، در نسب برادر بود. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اینا پیام ازیام همی بود. قال گفت صالح علیه السلام یا قوم، ای قوم ما، به مقام فرستاده شده بود. اعبدوا الله، اعبدوا الله مفسرین کلش میگه وحد الله، الله را به تنهاییش، توحید، الله را به تنهایی عبادت، تنها یک ذات عبادت کنیم. اونا عبادت میکردن غیر الله را، 100 تا خدا را جور کرده بودن، اما الله را هم دیگرا را. این گفت اعبدوا الله یعنی فقط الله را، تنها الله را عبادت کنین، رکوع سجده مدد از قانون و از فرمان الله اطاعت کنین. ما لکم من اله، نیست از برای شما کدام معبود دیگری، کدام حاجت روا، کدام قانون گذار، کدام ذاتی که به او رکوع سجده و نذر کنین. غیر از الله دیگه خدا نیست، دیگه معبود نیست. قد جاءتکم بینة من ربکم، بدون شک آمدگی شما را معجزه جانب ربتان. یا معجزه خواسته بودن که معجزه آمده. و چیز؟ هذه ناقة الله لکم. این هذه مؤنث، ناقة الله مؤنث است، شتر ماده بود. شما در صرف و نحو میخوانین هذا هذه، این اینجا هذه آمد. یه ذره بفهمین، باز کم کم براتون میگم. اگر دیگه نگفتیم در دیگه درسا براتون میگم. هذه اینمی شتر ناقة الله، شتر الله است، یعنی ماده بود، شیرده بود. لکم از برای شما آیتا معجزه است. شتر از سنگ گفت که به ما معجزه نشان بتیز، از سنگ شتر الله گفت یا الله زمستان یک شتر ماده برآمد. اینا دیدن بسیار یک قدرت کلام به سنگ شتر برآمد. فذروها تأکل فی ارض الله، بانی نیرت بخورد از زمین الله. خب ناقة الله چرا گفت شتر الله؟ نسبت شتر به الله چرا داد؟ به خاطر کرامت شرافتش، یعنی چون که این معجزه بود. مثل بیت الله که میگم نه، خانه الله. الله خانه نیست که اونجا برا زندگی کنه، تو خانه نداره. درازات الله و بالای عرش است، لیس کمثل شیء. ولی اونجا بیت الله به خاطر شرافت و عظمت حرمت بیت الله. اینجا ناقة الله شتر الله، شتری که بدون سبب پیر الله پیدا کرده. بانشی را تأکل فی ارض الله، بخوره در زمین الله، یعنی زمین از الله است، یعنی رزقش به بالای شما نیست. بانین ولی شما استفاده کنین. ولا تمسوها بسوء، نرسین به این به بدی و به نظر بد، توهین نکنین. فیأخذکم عذاب علیم، با شما را عذاب دردناک میگیره. یا معجزه خودخواه امید و دلخواه خواسته بودن. گفت بانین در زمین الله میگرده. یک روز برازی آب بانین، یک جای بود آب میخورد، ایرا بانین. دیگر روز از شما نوبت است. و این تو شیر میداد که یا سطلا را پر میکنن، شیرها را ببرین بخورین. شیر ازی بسیار برکتی هم بود. اینه دیگه چرا بدبختی میکنین؟ این بیدینای بدبختی چطوره؟ نه گفت ما ایرا نمیمانیم. یعنی نشانه حقانیت ازی است، شیرام داده میره تا کی باشه مردم روز برای مؤمن شدن میره بیا که امیر ما بکشه که بیغم شویم از این. حالا نعمتای الله را برشان بیان میکنه. واذکروا جعلکم خلفاء من بعد عاد و بواکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا واذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. واذکروا یاد بکنین اذ جعلکم خلفاء، وقت گردانی شما را جانشینا و آباد، من بعد عاد بعد از عادیا، یعنی بعد از هلاکت عادیا، و بواکم فی الارض جای داد شما را در زمین، تتخذون که جور میکنین، من سهولها قصورا از میدانیایش قصرها را، و تنحتون الجبال میتراشین کوها را، بیوتا خانه ها. فاذکروا یاد بکنین آلاء الله نعمتای الله را، ولا تعثوا نگردین فی الارض در زمین مفسدین فساد کننده. واذکروا یاد کنین چی معنا؟ یعنی عملا عقیده توحید قبول کنین، نه دیگه که ما بگیم یا الله این نعمت‌ها را دادی شکر، این نمیشه. عقیده عمل صحیح عقیده بکو دیگه. شما را خلفا آباد شونده و جانشین، من بعد عاد، بعد از هلاکت عاد. اینا هم عادیام نزدیکشان بود، ندیدین اونا را الله هلاک کرد. شما را الله جای داد، زندگی داد، از الله بترسین.
گفتیم یاد 5 پشت تیر شده بودن، نه 5 نسل بعد آمد. و بواکم فی الارض، ولی یا شنیده بودن تاریخ از اونا را، تاریخ می باشه نه. جای داد شما را در زمین، الله برتان سک زمین برتان جور کردگیست، نه رزق روزی. تتخذون جور میکنین من سهولها، از میدانهایش، سهول آسانیش میدان، قصورا قصرها، خانه ها، بسیار قصرهای در معماری بسیار تکرار بودن و می خاطر اقتصادشان بالا. و تنحتون الجبال، می تراشین کوه را خانه، کوه را خانه جور میکن. بسیار زور میخوال ما شما که میتونیم کوه را خانه جور، یا قزور و قوی هم بودن، کوه را خانه جور میکن. حتی در دیگه آیات میاد فارحین مهارت هم دارین شما. فذکروا یاد کنین آلا الله، نعمتای الله. آلا جمع الن است، الن نعمت می، نعمتای الله را برتان، رزق، نان، روزی، مثل کمیال الله به ما شما چقدر نعمت داده نه؟ والله ازوا کده ما شما نعمتای ما بالاست نه؟ و سپاسگزاری چیست که عقیده توحید، نظام توحید بر ازی کار کنید، اگر نه باز خطر. ولا تاسوا فی الارض مفسدین، نگردین در زمین فساد کننده، فساد نکنین. فساد چیست اینجا؟ کفر شرک غیر الله را، بزرگترین فساد می قانون غیر الله و مدد از غیر الله، اینی فساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. نه اینجا با سرمایه دارا بیدین همیشه سرمایه داره، این سرمایه دار بیدین است. تو خوبم داره، مثل که عثمان رضی الله عنه نه چقدر سرمایه داشت، بسیار آدم نیک، تو درای الله صدقه کرد ماشاءالله. در جنگ تبوک بسته جنگ تجهیز کرد، 30,000 نیرو در برابر روم بود، 1000 اسب داد، بیش از 1000 دینار داد. این تو سرمایه داران بود، ولی سرمایه دارایی که علیه حق استاد شده ایام زیاده، مثل کمیال کشورهای پرقدرت دنیا علیه اسلام استاده، نه کافرها، سرمایه اینا را کافر ساخت. قال الملأ الذين استكبروا، گفت سرمایه دارایی که استکبار کرده بودن، من قومی، از بعض قومش، یعنی بعضش خوب بود. استکبار چی قبول نکرد؟ استکبار همیست قبول نمیکنی. للذین استضعفوا، برای کسایی که ضعیف شده بودن، لمن آمن منهم، برای کسایی که او ضعیفایی که ایمان آورده بود، منهم از جمله از اینا به صالح علیه السلام چی گفتن؟ همین سرمایه‌دار ضعیفا را، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، آیا شما میدانین که صالح فرستاده شده از جانب ربش؟ شما قبول دارین، یقین دارین که صالح علیه السلام پیامبر است؟ قالوا، اینا گفتن او را خود چی میکنی؟ انا بما ارسلنا به مؤمنون. آفرین، این تو جرات، ما با تمام چیزی که روان شدگیست به او ایمان داریم. خود شیخوبان هر چیزی که میگه ما به او تصدیق داریم. این تو ایمان خدا اظهار کرد. ضعیف هم بودن ولی تو بی غیرت نبودن، مؤمنین هم تو غیرت داشت. چی میگه؟ گفت کافر سرمایه دار بیدین، ما چیزی که آورده قبول داریم. همین تو با جرات بیان کرد. همیشه در امتای انبیا آدمای با جراتمند بودن. یکم تو عیسی خدا میزنه، ها بی غیرت است، جراتمند بوده. یکم تو همین تو اصلا خدا عیسی میکشه. این میخواست که یارا بگوید بترسانه، شما هم ازی قبول دارین که پایشه؟ یه گفت که تماما چیزی را که آورده قبول داریم، دستان خلاص برین. مثلا اگه کسی بگوید شما را که همین قرآن که اینجا بیان میشه همین قسم شما قبول کردین، شما بگوید چیزی که قرآن میگه ما قبول داریم، با اون قسمی که بیان میگه. چی میگی تو؟ با نشوه که بندی خانه برین. پیغام تو در روزهای جمعه که میگه ما میترسیم که والا بندی نشیم. اینجا چی گفت؟ نه ما همی کسایی که هست کلگی به همین کسایی که به نام مسلمان هست، نه عقایدشان خرابه و دیگهش میاره. ما خو از همی جاهلا هست، نه نمیفهمن، دلسوزی داریم ما با ما. والله ما خطه اینا میخوایم که از آتش نجات پیدا، هر کدام میره همی وزیرانی میخوایم که از همی آتش نجات پیدا کنه. صحیح بیا به قرآن چنگ بیا، از این فساد، از این ظلم، از این تجاوز، از این کافر چیز گفتن، نه چیزی که هست چی از جهت چی کل کشورهای دو، هر مسلمانی که منسوب به سوی اسلام است ولی گمراه است، عقیدهش خرابه، میگه اصلاح شو. عقیده خویست که مطابق قرآن باشه. تو از پیش خود عقیده جور کردی، فیصله کردی. دلخواه ما خیرخواه هستیم، این تو نیست که ما بد ببریم. دل ما والله میسوزه که چرا به طرف آتش میره. این باید نجات پیدا کنه، این آزاد زندگی کنه، این با عزت باشه، این با آبرو باشه. این خوب ما خود به خلافشان نیستیم
که ما بگیم یعنی کسی بگه که دشمن عزیز، نه توبه. دشمنی با شخص کسی نداره، با نحوه فکرش، عقیده اینی. و ایام دلسوزی داریم که به طرف آتش نرو. امیال اینجا که سعی کنی پسان گپ میزنه صالح علیه السلام جگرخونی خدا بیان میکنه. فتول عنه وقال لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. برشان گفت خیرخواهی تا نکردم ولکن لا تحبون الناصحین، شما خیرخواه را دوست نداشتید. این عذاب آمد. ما میترسیم که در عذاب الله میره، هر کی که باشه، با هیچ کسی ما چی نداریم، ولی میترسیم که با می عقیده به آتش میریم. خطرناک کسی این قرآن میگه. قال الملأ، گفت سرمایه‌دارای کسایی که استکبار کرده بودن از قومش، للذین استضعفوا، کسایی که ضعیف شده بودن، استضعاف تا برای طلب، یعنی در حقیقت ضعیف نبودن، خو اینا ضعیفشان کرده بودن، نه یعنی اونا ضعیف نبودن، اینا منزویشان کرده بود، منزویشان کرده بود، ضعیف ساخته بودشان. امیال در بین ما شما قوی کسان هست، آدمای بسیار خوب داریم، قوی داریم، پیسه دارا میتونست که نبود، در بین از یام سرمایه دارا بود، ولی اینا اونا را منزوی کرده بودن. برو شما، ما کت شما نیستیم. لمن آمنه، از برای مو کسایی که ایمان آورده بود از اینا، یعنی بعضی ضعیفا بود ایمان آورده بود، بعضیش ایمان آورده بود. این تو نیست که هر کی ضعیف باشد. اینجا ضعف حقیقتا نیست. خب بعضی کسایی که سرمایه دار نبود یا بود، ولی سرمایه دار هم بود، کسی این تو نبود که بی سرمایه هم باشه، ولی اینا را ضعیف ساخته بودن. چی گفتن؟ اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، آیا شما یقین دارین که صالح پیامبر است؟ یا گفتن به هر چی که آورده ما ایمان داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، گفتن کسایی که استکبار کرده بودن بدون شک ما به اون چیزی که شما ایمان آوردین به او کافر هستیم، منکر. سعی کنیم. یا چی گفتن؟ انا بالذي آمنتم، به آن چیزایی که شما ایمان آوردین به اون ما منکر هستیم، به این صالح به گپایش هیچ چیز قبول نداریم، وحی قبول نداریم. خب که وقتی که گفتن این گفتگو و بحث شد، نتیجه چی شد؟ که اینا معجزه را گفتن بیا کی را از بین ببره. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. نه کفر، ایتو بیدینا. فعقروا، ذبح کردن، کشتن ناقه را، همی شتر را، وعتوا سرکشی کردن عن امر ربهم، از حکم ربشان، حکم ربشان که گفته بودشان که هذه ناقة الله لكم آیة فذروها تأكل في أرض الله يربانين ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم. یعنی حکم بود که به طرف ازی به نظر بد سعی نکنین. اینا سرکشی کردن. و قالو، گفتن یا صالح، ای صالح، ائتنا بما تعدنا، بیار به او عذابی که ما را میترسانی، این کنت من المرسلین، اگر پیامبر بر حق هستی عذاب بیار. هم کار کرد، معجزه را از بین بردن. عقرو، عقر زخمی و قطع کردن پای گفته میشه، باز در ذبح هم استعمال میشه. اول اینا دست و پایش قطع کردن، میگشتم تو افتید که افتید باز زدن کشتندش. یکی شکار کرد، 9 نفر بودن، دیگهش راضی بود، کل قوم راضی بود. 9 نفر مقرر کردن که شما بکنین، بعد ما میگیم که کی کار کردگیست. خب کار نکرده، یکم تا میگه تو برو کار بکو، با ما بکشش، با ما در جنازه شرکت میکنه. بعضی هم بیدینا میتونه میگیم بسیار آدم خوب بود، عالم خوب بود. و عتوا عن امر ربهم، نافرمانی کردن از حکم پروردگار خودن. و قالو، گفتن ای صالح بیار عذاب، اگر هم میکار کردن هم گفتن عذاب بیار، نه بعد ماشی. الله میگه عذاب آمد. فاخذتهم الرجفة، گرفت اینا را زلزله و آواز شدید. در سوره هود میگه فاخذتهم الصیحة، این تو یک آواز شد سرشان که خانهایشان تکان خورد، قلبهایشان. فاصبحوا، گردیدن در خانه‌های خودان جاسمین، کلش جاسمین، یعنی تخت شدن، نمیتون تخت هموار شد، جسم به زانو خوردن هموار شد، کلش جا به جای مردار شد، نسلش همه خرد و کلانش مردار شد. فتولى عنهم، روی گردانید از اینا. صالح علیه السلام قال، گفت یا قومی لقد ابلغتكم رسالت ربی، ای قوم بدون شک من رسانیدم بر شما رسالت ربی، پیام رب خدا، عقیده توحید، نظام توحید، از شرک شما را ترساندم. و نصحت لكم، خیرخواهی و نصیحت بر شما کردم. ولكن لا تحبون الناصحین، لیکن شما دوست نداشتین نصیحت کننده ها، شما دوست نداشتین. خب در اینجا یک کمک سوالا است که یا مرده بودن چطور خطابشان کرد؟ آیا مرده میشنوند؟ فتولا، روی گردانید و گفت ای قوم، ما بعد از مرگشان از این فهمیده میشنه که مردن، گفت ما بر شما حق رساندم، خیرخواهی تا نکردم ولیکن قبول نکردیم.
خوب عذاب از اینا در صورت هود آمست. اگر شد صبح بخیر باز وقت ما و شما پوره شد. نتیجه است کسی از حق انکار کنه استادگی کنه الله او را حتمی جزا میده. الله ای کافرها را میتو تباهشان کنه، هلاکشان کنه، شکستشان بده که شر از اینا مسلمان ها و انسان ها نجات پیدا کنه. ربنا وفقنا لما تحب و ترضى. تذكر حينما